یأمن المظلومون من عبادک، مردم ستم دیده به امنیت برسند. ببینید بازی با الفاظ. معاویه میگفت اگر تو بیایید با یزید بیعت کنی امنیت جامعه حفظ میشه. امام حسین میگه تویی که امنیت مردم از بین بردی، به جان و مال و ناموس مردم تجاوز کردی. بصر ابن ارتاد وقتی اومد مدینه به دختران مهاجرین و انصار تجاوز کرد. بعضی میگن گاهی چه به تعبیرات زشت رو منبر می‌کنی؟ چی بگم که هنوز چند دهه از وفات پیغمبر نگذشته به نام خلیفه رسول الله به دختران مردم ریختن، تجاوز کردن. اون وقت میگه اگر تو با یزید بیعت کنی امنیت جامعه حفظ میشه. امنیت در مذاق معاویه یعنی چی؟ یعنی ما مسلط باشیم هر کاری میخوایم بکنیم، امنیت نیم. امام حسین میگه من قیام میکنم برای اینه که مظلومون به امنیت برسن، جلو تجاوز به نوامیس مردم، به حقوق مردم، به جان و مال مردم گرفته بشه. تا دین نباشد، تا رهبر الهی نباشد، تا ولی امر مسلمین که از طرف خدا تعیین شده بر مردم حکومت نکنند، امنیت واقعی در جامعه پدید نخواهد آمد.